به نام خدا. کتاب قصه عشق خدا، داستان‌های کوتاه آموزنده، پارت سوم، بخش هفتم، قصه عشق خدا. یک روز صبح زود بیدار شدم که طلوع آفتاب را تماشا کنم. زیبایی آفرینش خداوند وصف شدنی نیست. همچنان که تماشا می کردم خدا را به خاطر کارهای زیبایش ستایش می کردم. همانطور که نشسته بودم حضور او را در کنار خود احساس کردم. از من پرسید آیا مرا دوست داری؟ جواب دادم خدای من، البته، شما خدا و منجی من هستید. سپس پرسید اگر جسماً معلول بودی باز هم مرا دوست داشتی؟ گیج شدم. به دستها، پاها و باقی بدنم نگاه کردم و فکر کردم اگر معلول بودم خیلی کارها بود که نمیتوانستم انجام دهم. کارهایی که آنها را دست کم میگیرم. و جواب دادم خدای من سخت خواهد بود. اما با این حال شما را دوست خواهم داشت. بعد خداوند گفت اگر نابینا بودی باز هم آفرینش مرا دوست می داشتی؟ چطور می توانستم چیزی را دوست بدارم بدون اینکه قادر به دیدنش باشم؟ سپس به همه نابینایان دنیا فکر کردم و اینکه چه تعداد از آنها هنوز خدا و آفرینش او را دوست می دارند. پس جواب دادم فکر کردن به آن سخت است، اما هنوز شما را دوست می داشتم. سپس خدا پرسید اگر ناشنوا بودی باز هم به حرفای من گوش می کردی؟ چطور می توانستم با وجود ناشنوایی به چیزی گوش کنم؟ بعد فهمیدم گوش کردن به حرفای خداوند صرفاً از طریق گوش نیست، از طریق دل است. جواب دادم سخت خواهد بود، اما همچنان به حرفهای شما گوش خواهم داد. سپس خداوند گفت اگر لال بودی آیا همچنان نام مرا می ستودی؟ چطور می توانم بدون صدا ستایش کنم؟ بعد به ذهنم رسید خدا از ما می خواهد از عمق دل و روحمان آواز گروه همسرایان کلیسا که آیه های انجیل در وصف خداوند را با آواز گروهی می‌خوانند بخوانیم. مهم نیست صدای ما چطور باشد و ستایش خدا همیشه هم از طریق آواز خواندن نیست، اما وقتی آزرده هستیم با کلمات شکر خدا را ستایش می‌کنیم. پس جواب دادم هرچند جسماً قادر نخواهم بود آواز بخوانم، اما همچنان نام شما را خواهم ستود. و خدا پرسید تو واقعا مرا دوست داری؟ با شجاعت و اعتقاد راسخ جسورانه جواب دادم بله خداوندا، شما را دوست دارم چون شما خداوند یکتا و حقیقی هستید. فکر کردم خوب جواب دادم، اما خدا پرسید پس چرا گناه می‌کنی؟ جواب دادم برای اینکه من فقط یک انسانم و کامل نیستم. پس چرا در زمان صلح و آرامش بیش از همیشه از من دور می‌شوی و فقط در گرفتاری صادقانه دعا می‌کنی؟ جوابی نیست، فقط اشک است. خداوند ادامه داد چرا فقط در مراسم و به همراه همسرایان در ستایش من آواز می‌خوانی؟ چرا فقط هنگام عبادت به دنبال من می‌گردی؟ چرا خواسته‌های خودخواهانه از من داری؟ چرا با بی‌ایمانی از من خواسته داری؟ اشک همچنان از گونه‌هایم فرو می‌ریخت. چرا از ایمان داشتن به من خجالت می‌کشی؟ چرا خبر خوش را به گوش همه نمی‌رسانی؟ چرا در آزردگی در حضور دیگران گریه می‌کنی، در حالی که می‌توانی سر روی شانه‌های من بگذاری و اشک بریزی؟ چرا وقتی به تو فرصت می‌دهم که به نام من خدمت کنی عذر و بهانه می‌آوری؟ سعی کردم جواب بدهم، اما جوابی وجود نداشت. به تو موهبت زندگی دادم. از تو خواستم این هدیه را دور نیندازی. به تو موهبت استعداد دادم که به من خدمت کنی، ولی تو همچنان روی میگردانی. من کلمه‌ام را به تو نمایاندم اما تو آگاه نشدی. با تو حرف زدم اما گوش‌هایت بسته بودند. نعمت‌هایم را به تو نشان دادم اما نگاه تو جای دیگری بود. برایت خادمینی فرستادم اما تو بیکار نشستی تا آنها رانده شدند. من دعاهای تو را شنیدم و همه آنها را اجابت کردم. تو حقیقتا مرا دوست داری؟
نمی‌توانستم جواب بدهم. چطور می‌توانستم؟ بیش از حد تصورم خجالت زده بودم. هیچ عذری نداشتم. در پاسخ اینها چه می‌توانستم بگویم؟ قلبم فریاد می‌کرد و اشکم جاری بود. گفتم خدایا تقاضا می‌کنم مرا ببخش. من لیاقت ندارم که کمترین خادم تو باشم. پس چرا همچنان مرا می‌بخشی؟ چرا مرا دوست داری؟ خداوند پاسخ داد برای اینکه تو مخلوق منی. من هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت. وقتی گریانی مشفق تو خواهم بود و با تو خواهم گریست. وقتی از شادی فریاد میزنی با تو خواهم خندید. وقتی ناامید هستی به تو دل خواهم داد. وقتی زمین میخوری تو را بلند خواهم کرد. وقتی خسته‌ای تو را کول خواهم کرد. تا آخرین روز با تو خواهم بود و تا ابد تو را دوست خواهم داشت. هرگز پیش از آن به آن شدت گریه نکرده بودم. چطور توانسته بودم آن همه سرد باشم؟ چطور توانسته بودم تا آن حد خدا را برنجانم؟ از خدا پرسیدم مرا چقدر دوست دارید؟ خداوند آغوش گشود تا مرا تنگ در بر بگیرد. تعظیم کردم و برای اولین بار در زندگی از ته دل دعا کردم. بخش هشتم، رحمت. زودتر از معمول محل کارم را ترک کردم تا پیش از امتحان نهایی در کلاس مشکلات جوانان مدتی بیوقفه مطالعه کنم. وقتی وارد کلاس شدم همه مشغول مطالعات دقایق آخر بودند. معلم وارد شد و گفت برای مدت کوتاهی پیش از امتحان مطالب را با ما مرور خواهد کرد. مرور مطالب را شروع کردیم. اغلب مطالب در راهنمای مطالعه وجود داشتند، اما مطالب دیگری را هم مرور می‌کرد که هرگز به گوشم نخورده بود. وقتی از او سؤال کردیم گفت که آن مطالب در کتاب بودند و ما باید پاسخگوی همه مطالب موجود در کتاب باشیم. در واقع نمی‌توانستیم در این باره مجادله کنیم. بالاخره زمان برگزاری امتحان رسید. استادمان دستور داد ورقه‌ها را برنگردانید تا همه ورقه‌شان را بگیرند. به شما خواهم گفت کی شروع کنید. وقتی ورقه‌ها را برگرداندیم پاسخ همه سؤال‌ها از قبل داده شده بود. در زیر ورقه آخر نوشته شده بود امتحان نهایی به پایان رسید. همه پاسخ‌های شما صحیح هستند. نمره شما در امتحان نهایی 20 خواهد بود. علت این که توانستید در امتحان قبول شوید این بود که به وجود آورنده امتحان به جای شما امتحان داد. کارهایی که جهت آماده سازی برای امتحان انجام دادید باعث نشدند نمره 20 بگیرید. شما فقط رحمت را تجربه کردید. سپس استاد دور اتاق گشت و از تک تک شاگردان پرسید نمره تو چند شد؟ آیا استحقاق نمره را که گرفته‌ای داری؟ کل مطالعاتی که برای گذراندن این امتحان انجام دادی تا چه حد در گرفتن نمره‌ات مؤثر بودند؟ من آدمی نیستم که با کوشش قوه تخیل گریه‌ام بگیرد، اما هنگام جواب دادن به آن سؤال‌ها و وقتی فکر می‌کردم چطور بارها خالق به جای من امتحان داده بود ناچار بودم جلوی اشکم را بگیرم. سپس بحث به این ترتیب ادامه یافت. همه ترم‌ها سعی کردم به شما یاد بدهم که شما دریافت کننده رحمت هستید. سعی کردم به شما برسانم که هنگام کار با جوانان باید این هدیه را نشانشان بدهید. آنها را اره نکنید. آنها دشمن نیستند. کمکشان کنید. زیرا اگر راه و روش شما پر از رحمت باشد آنها ادامه‌اش خواهند داد. با صحبت درباره اینکه چطور بعضی از ما احتمالاً ساعت‌ها درس خوانده‌ایم و بعضی دیگر فقط چند دقیقه درس خوانده‌اند اما همه یک نمره گرفته‌ایم به داستانی درباره حضرت عیسی در بخش 20 انجیل متی اشاره کرد. صاحب یک تاکستان عده‌ای را برای کار در مزرعه‌اش در مقابل مبلغی معین استخدام کرد. در طول اوقات مختلف روز چندین بار کارگران بیشتر استخدام کرد. وقتی زمان پرداخت دستمزد رسید همه به یک اندازه دستمزد گرفتند. کسانی که صبح زودتر از همه استخدام شده بودند اعتراض کردند
رئیس گفت آیا از اینکه من مهربان هستم عصبانی هستید؟ معلممان گفت که پیش از آن هرگز به این ترتیب امتحان نهایی نگرفته بوده و احتمالاً بعد از این هم نخواهد گرفت، اما به دلیل محتوای مباحثات بعضی از کلاس‌هایمان فکر کرد نیاز داریم که رحمت را شخصاً تجربه کنیم. آیا امروز به خاطر رحمت‌هایی که دریافت کرده‌اید شکرگزار خالقتان بوده‌اید؟ بخش نهم، آیا هرگز از شما سرقت شده است؟ در دایره‌المعارف وبستر در توضیح معنای سرقت چنین آمده است: بردن اموال دیگری به طرز غیرقانونی و خصوصاً به عنوان عملی که عادت شده یا به طور منظم انجام شود. آمد و رفت مخفیانه بدون ایجاد مزاحمت، به تدریج یا ناغافل انجام عملی به صورت پنهانی و مخفیانه یا غیرقابل مشاهده، ربودن، به دست آوردن یا بردن چیزی توسط حیله، مهارت یا جسارت. خداوند میگوید سارق میآید که بدزدد و بکشد و نابود کند. من آمده‌ام که زندگی کنند و به تمامی زندگی کنند. انجیل یوحنا آیه 10. اخیراً داشتم در اتومبیلم به رادیو گوش می‌کردم که یکی از آهنگ‌های قدیمی مورد علاقه‌ام پخش شد. آوازی است در نام پیدایم کن. این آواز همواره به نوعی به یادم آورده است که در زندگی معنویم واقعاً چه چیز مهم است. با شروع آن آواز افکارم به سمت دیگری رانده شدند. دیدم در حال فکر کردن به چیزی هستم که در نظرم عملاً گرفتاری بود. دیگر به آواز گوش نمی‌کردم، بلکه نگران آن وضعیت خاص بودم. وقتی به نزدیکی مقصد رسیدم، ناگهان متوجه شدم که حتی به یک کلمه از آن آواز گوش نکرده بودم. متوجه شروع آواز شده بودم، منتظر شنیدن باقی آن بودم و بعد بدون اینکه بدانم آواز و برکت بالقوه آن ربوده شده بود. احساس کردم از من سرقت شده بود. بدتر از آن اینکه خودم با نهادن به نگرانی به سرقت اجازه وقوع داده بودم. آن وضعیت تفاوت‌های بسیاری را که میان خدا و شیطان وجود داشت به یادم آورد. شیطان هرچه نباشد یک سارق است. او دلش می‌خواهد اندوه را جایگزین شادی، نگرانی را جایگزین آرامش، نارضایتی را جایگزین رضایت و حتی مرگ را جایگزین زندگی ما کند. اساساً او هر آنچه را که خودمان اجازه دهیم از ما می‌دزدد و گاهی کارش را خیلی خوب انجام می‌دهد. از طرف دیگر خدا دلش می‌خواهد کاملاً برعکس عمل کند. او دلش می‌خواهد شادی بی‌پایان را جایگزین اندوه، آرامش را جایگزین نگرانی و اضطراب و رضایت را جایگزین طمع و نارضایتی ما کند. اشعیای نبی به خلق خدا وعده می‌داد و به این وسیله آنها را آسوده می‌کرد که خداوند دلش می‌خواهد دل شکسته را التیام بخشد، گرفتارها را آزاد کند، به جای عزا خوشحالی بدهد و به جای روحیه ناامیدانه جامه امل و ثنا بپوشاند. و اگر ما به او اجازه دهیم کارش را عالی انجام خواهد داد. کتاب مقدس وعده می‌دهد هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و هیچ ذهنی ادراک نکرده آنچه را که خداوند برای کسانی که دوستش دارند آماده ساخته است. قرنتیان. دلم می‌خواهد وقت صرف این حقیقت بکنم و دیگر نگذارم که از من سرقت شود. به پایان پارت سوم رسیدیم دوستان. لایک و سابسکرایب کنید و نظراتتون در زیر این کامنت ها بنویسید. به امید خدا نگهدار.